داشتن دندانهای سفید و سالم یکی از بزرگترین دغدغه‌های بسیاری از ماست. آیا شما هم از زردی دندانهایتان ناراضی هستید؟ آیا به دنبال راههایی برای داشتن لبخندی درخشان و جذاب می‌گردید؟ اگر جواب شما بله است، این ویدیو می‌تواند برای شما مفید باشد. در این ویدیو به شما روش‌ها و نکاتی را معرفی خواهیم کرد که به شما کمک می‌کند تا دندانهای خود را سفیدتر و سالمتر نگه دارید. اولین قدم برای داشتن دندانهای سفید و سالم این است که درک کنیم چه عواملی باعث تغییر رنگ دندانها می‌شوند. یکی از این عوامل مصرف برخی از مواد غذایی و نوشیدنی‌ها مانند قهوه، چای و برخی میوه‌ها است. این مواد می‌توانند باعث تغییر رنگ دندانها شوند. به همین دلیل باید در انتخاب غذا و نوشیدنی‌های خود دقت بیشتری داشته باشیم. اما نگران نباشید، راه‌های زیادی برای مقابله با این تغییر رنگ‌ها وجود دارد. یکی از مهمترین روش‌ها مسواک زدن به طور منظم است. مسواک زدن حداقل 2 بار در روز و استفاده از خمیر دندانهای سفید کننده می‌تواند به شما کمک کند تا دندانهای خود را از هر گونه لکه و کثیفی پاک کنید. در کنار مسواک زدن، استفاده از نخ دندان هم اهمیت زیادی دارد. نخ دندان می‌تواند به از بین بردن پلاک‌ها و ذرات ریز غذایی که در بین دندان‌ها جمع می‌شوند کمک کند. بسیاری از افراد تنها به مسواک زدن اکتفا می‌کنند و از نخ دندان استفاده نمی‌کنند، اما برای داشتن دندان‌های تمیز و سفید این دو باید همزمان استفاده شوند. همچنین استفاده از دهانشویی‌های ضد باکتری و سفید کننده می‌تواند به تقویت نتایج مسواک زدن کمک کند. دهانشویی‌ها علاوه بر اینکه به از بین بردن باکتری‌ها کمک می‌کنند، می‌توانند بوی بد دهان را نیز از بین ببرند و دندان‌ها را در برابر لکه‌ها محافظت کنند. یکی دیگر از روش‌های طبیعی برای سفید کردن دندان‌ها استفاده از جوش شیرین است. جوش شیرین خاصیت سفید کنندگی دارد و می‌تواند لکه‌های سطحی دندان‌ها را از بین ببرد. با این حال باید از استفاده بیش از حد آن خودداری کنید، چرا که ممکن است به مینای دندان آسیب وارد کند. مهم است که بدانید داشتن دندانهای سفید تنها به رعایت نکات بهداشت دهان و دندان محدود نمی شود. رژیم غذایی شما نیز نقش مهمی در سلامت دندانها دارد. برخی از مواد غذایی مانند سیب، هویج و کرفس می توانند به تمیزی دندانها کمک کنند، چرا که این مواد غذایی به طور طبیعی دندانها را تمیز می کنند و باعث افزایش جریان بزاق می شوند که خود به تمیز نگه داشتن دندانها کمک می کند. در مقابل، مصرف غذاهای شیرین و نوشیدنی‌های اسیدی می تواند به مینای دندان آسیب بزند و باعث زرد شدن دندانها شود. بنابراین بهتر است از مصرف زیاد این نوع مواد غذایی خودداری کنید. یکی از عوامل دیگری که می‌تواند باعث زردی دندانها شود، مصرف سیگار است. نیکوتین موجود در سیگار به دندانها آسیب می‌زند و باعث تغییر رنگ آنها می‌شود. اگر شما هم سیگار می‌کشید، بهترین کار این است که برای داشتن دندانهایی سفیدتر از این عادت خود دست بردارید. همچنین برای افرادی که به دنبال سفید کردن دندانها هستند، استفاده از روش‌های حرف‌های مانند بلیچینگ می‌تواند گزینه مناسبی باشد. بلیچینگ دندانها توسط دندانپزشکان انجام می‌شود و می‌تواند دندانها را تا چندین درجه روشن‌تر کند. البته باید به یاد داشت که این روش نیاز به مراقبت‌های خاصی دارد و نباید بیش از حد انجام شود. در کنار تمامی این روش‌ها، آب نوشیدن نیز نقش مهمی در حفظ سلامت دندانها دارد. آب نه تنها به حفظ رطوبت بدن کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به شستشوی دهان و دندانها پس از خوردن غذا کمک کند. همچنین آب باعث رقیق شدن اسیدهای معده می‌شود و از آسیب به مینای دندان جلوگیری می‌کند. مراقبت‌های خانگی دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند در سفید کردن دندانها مؤثر باشند. برای مثال، استفاده از ترکیب روغن نارگیل و زردچوبه یکی از روش‌های طبیعی و مؤثر است که می‌تواند به سفیدی دندانها کمک کند. این ترکیب به دلیل خاص ضد باکتری و ضدالتهابی که دارد، می‌تواند به تمیزی دندانها کمک کند.
در نهایت باید توجه داشت که دندانها نیاز به مراقبت مداوم دارند. برای داشتن دندانهایی سفید و سالم باید از هر گونه عادت بد مانند جویدن یخ یا استفاده از دندانها برای باز کردن بسته‌بندی‌ها خودداری کنید. این کارها می‌تواند باعث آسیب به دندانها و تغییر رنگ آنها شود. در نتیجه داشتن دندانهای سفید و سالم نیاز به ترکیبی از مراقبت‌های خانگی، رژیم غذایی سالم و مراجعه به دندانپزشک دارد. با رعایت این نکات و روش‌ها شما می‌توانید از داشتن دندانهای سفید درخشان و سالم لذت ببرید و لبخند خود را به زیباترین شکل ممکن نشان دهید.